اگه دلت میخواد با یه بسته خمیر هزالا این همه فینگر فود و غذای فوری درست کنی، پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. بهت قول میدم حسابی لذت ببری. برای درست کردن این فینگر فودای جذاب یه بسته خمیر هزالا داریم که توی دمای محیط گذاشتیم به این شکل که در اومد. بازش میکنیم، با بردن سطح روش رو کاملا صاف و یک دست میکنیم. خمیرمون رو از وسط 2 نیم میکنیم و هر قسمت رو طبق تصویر تقسیم میکنیم به همین شکلی که میبینید. اندازه ها دست خودتونه. نیمی از خمیر رو به 3 قسمت تقسیم کرده بودیم. هر کدوم رو با بردن باز میکنیم، یه مقداری روشون رو سس میریزیم و بعد یه مقداری پنیر روی سس و 2 طرف خمیر رو به این شکلی که میبینید جمع میکنیم. لبه های خمیرم به سمت داخل میدیم. تقریبا شبیه نون پیده به این شکلی که میبینید. و حالا روی پنیر رو با هر چی که دوست دارید، من اینجا از سوسیس، قارچ، فلفل دلمه و گوجه گیلاسی استفاده کردم. دوباره روش رو یه مقداری پنیر میریزیم و اگر دوست داشته باشید سبزی خشک معطر. نیم دیگر خمیرمون که مونده بود و با بردن بازش میکنیم. میخواییم که پیتزا رولی داشته باشیم. مقداری پنیر پیتزا میریزیم و همون مواد قبلیمون رو من با هم دیگه تفت دادم. سس کچاپ زدم و فلفل و آویشن. اینم روی پنیرمون میریزیم. مجدد یه مقدار دیگه پنیر و حالا خمیرمون رو به همین شکلی که میبینید به آرومی رول میکنیم. مواد میانی این پیتزا رولی هم میتونه به سلیقه خودتون باشه. و حالا رول هامون رو به همین شکلی که میبینید برش میدیم به اندازه هایی که دیگه خودتون دوست دارید. 1 سانت تا 1.5 سانت مناسب این کار هستش. رول هم به این شکل آماده میکنیم که بره داخل فر. فینگر فودامون رو با فاصله داخل سینی فرمون میچینیم. کف سینی رو حتما کاغذ روغنی یا نسوز بندازید. روشونم به این شکلی که میبینید رومال میکنیم. من با یه زرده تخم مرغ و چند قطره شیر رومالشون کردم. حالا میره داخل فر از قبل گرم کردم. دما و تایمی که توی فر باید باشه رو توی کپشن براتون نوشتم. اینم نتیجه نهایی یه فینگر فود یا غذای فوری فوق‌العاده خوشمزه، دلچسب و بسیار خوشمزه. بچه‌ها عاشقش میشن. نوش جانتون.